برام رانی خرید بخورمش. خب به انا چه عجیب، آخه ما رانی میخریم بکنیم تو سلام بچه، علیرضا هستم، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه. امروز میخوایم با هم بریم سری بزنیم به خنده‌دارترین توییت های فارسی. خیلی هم میدونم دوست دارید، طرفدارش زیاد شده تو یوتیوب. تصمیم گرفتم که منم بیام شروع کنم به ساختن پارت های توییتر های فان و جذاب و دیدنی. قبل از اینکه بریم سراغ دیدن این توییت های خفن و فان، مطمئن باشید که اگه اینجا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید اگه جدید هستید. اون دکمه قرمز رنگو همین الان خاکستریش کن. منتظر چی هستی؟ زنگوله بغلش هم روشن کن تا اینجوری ویدیوهای جدید من از دست ندی و هر ویدیویی که میاد ازش با خبر باشی. کسایی هم که قدیمی هستن عشق منید، اگه حسابتون پریده دوباره حتما ساب کنید، کامنت و لایک و این چیزا هم که دیگه نگم دیگه، خودتون میدونید انجام بدید. دم همتون گرم. بدون معطلی میریم سراغ این ویدیو. Let's fucking go. اینم از باکس ولنتاین من واسه انتر خانوم. اگه بفهمه کیه بیشتر شبیه خیراته، یه موز کم داره. به انتر خانومت بگو شماره دهانویسشو بده، بچه‌ها از اون دهان نگیرن یه وقت. واقعا چه دوست پسریه. بازم نه، من قضاوتش نمی‌کنم، شاید واسه مالیش کم بوده. حتی یه شاخه گلم بهترین کادو واسه پارتنرتون. بچه بیا پایین کن. اون واسه دولت باهاته، این همه خرجش نکن، بذار واسه خودت به خودت. با 40,000 تومان سر و تهش رو هم آوردی. آفرین مرد، آفرین. 40,000 تومان 25 تومن شد همش. دهنت زدی. خب نمیگفتی، میذاشی همون 40,000 تومان سنگین تر بوده، دقیقاً میگفتی 40 تومان خرج کردم. چقدر شبیه باکس منه. اگه طرف مقابلم همچین چیزی بخره اوکیه، زیاد مثلا بد به نظر نمیاد، ولی اگه طرف مقابل بیاد یه گوشی، نمیدونم یه لباس خفنی، کفش خفنی چیزی بخره، تو اینو بدی، واقعا من اونجا باشم آب میشم میرم تو زمین. البته بازم میگم اگه وضع مالیتون خوب نیست اوکیه. تغذیه مدرسه خواهرت نزدیکی به 6 رفت. واقعا اگه بفهمه تغذیه‌شو باکس کردی بدی برنت سرویست میکنه. خدا سوسکت کنه مرد. اون بند شیرینی ریس کردی جای پوشاله، به جای این پوشالای کادو فکر کنم بند شیرینی کرده. بذار ببینم یه بار دیگه. حاجی پشمام، بند شیرینی پوشال دیگه چیه؟ می‌دارید پوشال کولرتون رو میکندی حداقل. داش یکم بیشتر سر قبرا میگشی، شاید چیزای بهتری پیدا می‌کردی. وای خیلی بده. مردی که اینقدر بی حساب کتاب ول خرجی میکنه مرد زندگی نیست عزیز. دکتر هولکویی. نیم ساعت دارم به این میخندم. در خاله میمالیم. وات؟ چه غلط املایی شخمی. بخاطر که در خانه میمانیم. راست میگه. خب کف خیابون که جای مالیدن نیست. نوشته خاله نه خانه. مرسی، تازه فهمیدم. یاد یه خاطره افتادم. یه بار رفتیم شمال با خانواده دوستم واسه شام دعوت شدیم خونه عمش. بعد از شام یهو مادرش به عمش گفت دستت درد نکنه، ان شاءالله خدا همیشه درتون رو باز بذاره. درتون رو باز بذاره. مردم زنده شدم جلوی خانم. درتون رو باز بذاره چی آخه؟ من بودم جای اون یکی میگفتم برو درتو بذار. خدا رو شکر ننوشته در میمانیم. وقتی با خانواده میشینی یه قسمت از فرار از زندان رو میبینی. هر موقع نشستم با مامانم یا بابام یه فیلم دیدم، یا فیلم اصلا اسلامی بود، وسطش حرکتی زدن پشمام ریخته. گفتم این بابا اسلامیه، به قرآن من این فیلمو نمیدونستم جوری. من گفته بودم بهم یارو با چادر میاد، بعد یه اتفاقی افتاده بینش که اصلا پشمات میریزه. واسه همین دیگه هیچ وقت با خانواده فیلم نمیبینم، حتی فیلم‌های اسلامی. والله اون بالاش باید مثبت 18 میشد نه منفی 12. راست میگم. خب دیگه مشکل مکان جوونا هم حل شد. خانم شما به چه حقی به شوهر پدر سگم چیزی که برای من نبوده و برای دوست دخترش بوده؟ سلام. خب من از کجا بدونم شوهر پدر سگتون برای کی میخواد؟ وات؟ پاسخگوییت عالی بود. یادت نره بذاری هایلایت رضایت مشتری. چقدر رو پدستک جفتتون تاکید دارین. اما می‌خواستم منم بگم چرا شوهر پدستک. من هر چقدر از جنتلمن بودن پسر 14 ساله همسایه‌مون بگم بازم کم گفتم. حالا چی خریده چیکار کرده؟ دختر همسایه دوباره مامان بابات خونه نیستن؟ اوه کاری داری؟ نه فردا فاینال دارم. میشه یکم آرومتر گریه کنی؟ پنجره اتاق زیر پنجره اتاق من صدات میاد، نمیتونم تمرکز کنم. نگرانت میشم. شرمنده نمیدونستم صدام میاد. برو درستو بخون بچه، دیگه مزاحمت نمیشم. اشکالی نداره، برو درو باز کن، برات شکلات گذاشتم پشت در، دیگه ناراحت نباش باشه. So cute. حالا اگه ما بودیم به سر همسایه پیام میداد میگفت مامان بابات خونه نیستن، میگفتم کاری داری، میگفت چربش کن دلم میاد. واقعا همسایه خوبی داری، اینو جدی میگم دایی جان.
اینم پسر 14 ساله همسایه بچه به این خوب. وای یار پسر رو گذاشتی. بچه‌ای که این پسر رو میشناسن جاشون تو جهنمه. اگرم نمیشناسید شما بهشتی هستید. خوبه که نمیشناسید. خدا بده شانس. ما هم یه پیرمرد همسایه‌مونه زرت و زرت آمار منو به بابام میده. تو دیگه خیلی انشانسی. فانوس تو هم آره. حالا شکلاتی که همسایه من برام میاره. آقا این شکلاته چرا این شکلیه؟ یه رگی تو قطرش. اوکی میگذریم. خودتون فهمیدید دیگه. اون بچه از الان داره سرمایه گذاری میکنه. این آدم زرنگه نکته رو گرفت. حالا ما بودیم یه سگ سیبیل لاشی در میومد مثل سگ یه بار دیگه کتکمون میزد دوباره مثل اسب شیهه بکشیم. چقدر دلش پر بوده این. کسی بلده با توضیح برادر مادر پسر دخترت چیت میشه؟ بذارید فکر کنیم. برادر مادر پسر دخترت که میشه زنت. از کامنت رو بخونیم بخوام نمیکشه. از آخر به اول میایم. اوکی دخترم مساوی دخترم، پسر دخترم مساوی نوام. اوکی مادر پسر دخترم مساوی دخترم. آفرین. برادر مادر پسر دخترم پسرم. جواب پسرم. آفرین. رئیس بانک مرکزی بیش از 30% نقدینگی کشور لای سوتین پیرزن هاست. از بین 8 میلیارد جمعیت کره زمین فقط کف دست من مو داره. واقعا مو داره. نه تنها انسان که کف دست هیچ کدوم از نخستی ها، هم از گوریل، شامپانزه، اورانگوتان، مارموزت میخواست بگه مارمولک و حتی لمور هم مو نداره. راست میگه. من که خودم خیلی پشمالوام کف دستم مو نداره. ولی نوکی دماغم مو داره. بر اساس قانون مکمل من و تو زوج خوبی میتونیم باشیم. آخه من فقط اونجا مو نداره. تو فقط میتونی از لفظ پشمام استفاده کنی. دقیقاً هر جاشو بگی پشم داره. زادی ریختی رو دستات مثل کرم مالیدی. ای چقدر تو کثافتی. تستوسترونش مونده. حالم بد شد. وای قیمت کراتینش نصف جاهای دیگه است. فردای کراتینه. دوست پسرم چند روز رفته مسافرت، عکساشو واسم فرستاد. میگم اون چه رو گردنت؟ میگه جا روژ مامانم. Really nigga. چرا دوست پسر مردم میم مالکیت میذاری؟ اینه که بده. فکر کنم جای بوس مامان کسی دیگه است. ولی فعلا تا ولنتاین صبر کن، بعد هر کاری میکنی بکن. اینا همه برنامه ریزی شده است. گول نخور. ولنتاین روز خیلی خوبیه. میمرد بگه خاروندمش. راست میگه. چرا به ذهن خودم نرسید؟ آخه نه خاروندن آخه اونجوری میشه جای انقدر لب میفته. چقدر بخارونم؟ خاروندن جای چنگال میفته. تو دیگه خیلی اسکلی. شاید منظورش شوگر مامیش بوده. آره گشت ارشاد و مامانش نگیرتش. این بده. ولی اینجا بوس مامان بچهشه. اوکی این دیگه خیلی آینده نگر بوده. بهش نباید بگی دوست پسر که الان اکست حساب میشه. آره اون لاشی از زندگیت بنداز بیرون همین الان. چش. بکارتمو نگه داشتم واسه شوهرم. چه سمیه. هر روز چکش میکردم. Excuse me, what? چکش اوکی. زده هر روز چکش میکردم. من خودم هر روز چکش میکردم. خیلی اوضاع خیته. خیلی اوضاع. هر روز چکش میکردم. منتظر بودم همچین تخفیف خوبی بخوره که بتونم بخرمش. شامپو تقویت کننده و ضد ریزش موفولیکا 27150 27511 بوده. یه تومن هم نه تخفیف خورده. زیبا صبر کردی. همیشه گفتن از قدیم گر صبر کنی زغوره حلوا سازی و تو ساختی. با بقیه پولت هم یه پیتزا بخر. واقعا همچین کسایی هستن. خیلی شما تو خوبید. دیزاین خاص و منحصر به فرد. سوئیس آرمی واچ. این کدوم وبسایته؟ داده 0%. مریضن این صاحب وبسایت رو فکر کنم. شامپو ضد ریزش 27 تومانی فکر کنم ضد نریزش باشه. فکر کنم ضد نریزش باشه استفاده کنی باید بریزونه. یعنی چی؟ ریال گودرتمن. دقیقاً دامبیزی شانس. شاید تاریخ انقضاش گذشته باشه که همچین تخفیفی گذاشتن. طمع نکن به نظرم. بالاخره باید اینجوری خودتو راضی کنی دیگه. بالاخره تو خودتو دلداری ندی کی دلداریت بده؟ عباس بوعزا. دیشب از هتل اومدم بیرون که نون تازه بگیرم. تو راه برگشت دختر پسره با هم دعواشون شده بود. جالب بود برام. پسر عصبی گفت چرا تو باهاش میرفتی بیرون؟ دختره گفت به خدا فقط 3 بار باهاش رفتم بیرون ولی همش به یاد تو بودم. بعد جفتشون زدن زیر گریه همو بغل کردن و لب گرفتن تو خیابون.
What the fuck? به خدا اگه اروپا اینجور باشه والا واقعا خیلی اوپن مایند شدن. اصلا من تو ایران یه چیزایی میبینم که تو اروپا نمیبینم. فرا اوپن مایند شدن. چرا بهش دادی؟ به خدا فقط 2 بار بهش اون لحظه فقط تو رو تصور میکنم. همین چیزا رو میگم و که تو ایران میبینی تو اروپا نمیبینی. از کودکان رنجش، از بزرگان بخشش. سامان بزرگ ریال مادر یاکوزا. آه قلبم. چرا از هتل باید بیای بیرون بری نون تازه بگیری؟ حالا ما چطورم گرفتم. چرا نصف شب کی هتل میاد بره بیرون نون تازه بگیره؟ چرا آدم اونجام نباید آرامش داشته باشه؟ مگه قرار نبود هتل آخر آرامش باشه؟ نگفت به اون از ته دل نمیدادم. ترسیدم اگه زیاد واسم منم قاطی ماجرا کنم. چرا با همون نون نزدی تو سرشون؟ چرا؟ الله شفا کل کساخیل. جمله قشنگه. اینو حتما یادم میمونه استفادهش میکنه. الله شفا کل کساخیل. من حاجی مطمئنی اصله دیگه فروشنده؟ آره بابا خیالت راحت. این فکر کنم اصله. آقا بچه ها بیاید خوب بهش فکر کنید. پوما و نایک با هم همکاری کردن یه کفش خفن مثل این ساختن. آدیداس هم البته هست. آره 3 تا کمپانی خفن با هم کفش ساختن دیگه. چی بهتر از این کفش میخوای؟ برو جمع کن بیرون بابا. وقتی دوستم شب خونه ماست و دوست پسرش بهم پیام میده: زینب همه زندگیم پیشته، مراقبش باش لطفاً. اومده به زینب پیشنهاد بده، بعد تو اون تایم فهمیده دوست دخترش پیش زینب اومده بپیچونه. احتمال داره اینجوری هم باشه، ولی نه بهش نمیخواد اونجوری باشه. بچه خوبی میزد باشه. عکس لو رفته زینب و دوستش. زینب همه زندگی پیشتی، مراقب باش. زینب برام رانی خرید بخورمش. خب به انا چه عجیب. آخه ما رانی میخریم بکنیم تو مریم رانی رو میخواد بخوره. بچه‌ها این اون چیزی که فکر میکنید شما نیست. ذهناتون رو بشورید. این یه اثر هنریه. عکسیه که از یک کوه از بالا گرفته شده. مغزاتون رو بشورید با صابون گلنار. برات رانی خرید که بخوریش یا رانی رو بخوری؟ کثافت. برام رانی خرید بخورم. وای خدا. آخه با رانی هم خر میشن الان. خیلی آسون شده. باید برگردم ایران. خبر کوتاه بود جانکاه. امام جمعه اصفهان: افزایش سن ازدواج آسیب‌هایی مانند بالا رفتن سن ازدواج دارد. اوکی. مغزم منفجر شدم. منو باش که دارم فکر میکنم. هر کی بگه اسم این مکان چیه یعنی رو من کراشه. برج میلاد. عکسو نگاه. برج میلاد. آفرین 33 پله راست کرده. دهنتون رو چه چیزایی در میارید. 33 پله راست کرده. حمام گنجلی خانه. عجب برج میلاد زیباییه پسرم. کراش قشنگم. بیا بغلم. بیا برج میلاد بدم دستت. سگ رو تو کراش میزنه. برج میلاد. خب بچه رسیدیم با آخر ویدیو. امیدوارم که کلی حال کرده باشید، کلی خندیده باشید تو این تایمی که با هم بودیم. دم همتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه بودید. لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارید، بگید به من چی دوست دارید دیگه واسهتون درست کنم تا پارت های بعدی توییت های فان فارسی. همراه ما باشید. دم همتون گرم. همتون رو خدا فعلا پیس.